یه اتفاق خیلی عجیبم داره میفته، اینه که من خیلی ناراحتم از بابت وجود جمهوری اسلامی که نمیتونه جلوی امثال تو رو بگیرن. یعنی تو و اون آدمی که اسمش ساره است که دارید امنیت ملی رو برمی‌زنید و مامان تو با این که میدونست مجری اون برنامه کسی که متاسفانه با جمهوری اسلامی مشکل داشته، ما نمیدونستیم ولی مامان تو میدونست به واسطه وجود تو و رابطه تو با مامانت میدونست و مامان تو میره و میاد. خیلی اوضاع خرابه. یعنی من از همه ارگان‌های جمهوری اسلامی خواهش میکنم به این موضوع رسیدگی بکنید. خیلی اوضاع خرابه. خب سلام. یه روز زیبای و قشنگ دیگه‌ای که حقیقتاً جای خیلی‌ها تو خالیه، توی هوا، تو این انرژی خوب. خواستم بگم اون آدمایی که میرن زیر پیج آدم 10 ساله بچه 10 ساله فوش می‌نویسن، اگه حرومزاده نیستن چی هم پس؟ اگر بی پدر مادر نیستن چی هم پس؟ ببین من نه خواهر دارم، نه برادر دارم، نه مادر دارم، نه پدر دارم. یه نفر آدمم که کابوست میشم. کابوس. رو بعد کسی یه بازی رو شروع کردیم. 3 ماه بود 4 ماه بود در موردش اون نمی‌پرداختن. مثلا که یابو براتون بشه. به عموت خیلی سلام برسون. بعد خانم مجری که ما نمی‌دونستیم شما اونجا وجود داری. حالا دیشب ساعت 4 صبح ما یه پست می‌ذاریم شما 4 و 1 دقیقه با اینکه بلاکت هم کردم میپری چیزایی میگی. بیا بگو ما بگیم دیگه. تو بیا از این برابر بگو، منم میام از بابک و یاوران و اون داستانای 6 میلیون پوله پیش خونه اینا برات بگم. سرت تو زندگی خودت باشه. من تا الان احترام سن و سالت رو داشتم، هر جا نشستیم خوبه تو گفتیم، ولی اون ندادن من بابشا. میدونی که خیلی چیز از شما هست که اگر مردم بفهمن الان منفورتر خواهی شد. نکن تو وارد این بازی نشو. تو خودت داری میگی من با جمهوری اسلامی مشکل دارم، بعد که ما میگیم ناراحت میشی. راستی خیلی بخوای حرف بزنی، ولی ما ایرانی‌ها بی غیرت نیستیم. ما رو مملکتمون خیلی غیرت داریم. اسم ایران که میاد ما جون میدیم بابتش. یه موضوع یادت داره، روی زنای مملکتمون 3 برابر غیرتی هستیم. اون موقع که دهلوران بودی 2 ساعت تا مرز عراق فاصله بود، قاچاق دختر می‌کردی. الانم داری حالا به نوع دیگه ادامه داری میدی. یه نفر گذاشتی، یه معلوم نیست مفعول یا فاعل رو گذاشتی که معلوم نیست از پشت بچه دار میشه از جلو، که این دخترای بدبخت رو با اون پلتفرم جدیده مشخصاتشون رو بگیرید برید بر علیه جمهوری اسلامی شعار بدید، بعد من میتونم بیارمتون اروپا، بعد بریشون بفروشیشون. یه سری دختر بچه‌ای که هیچی نمیدونن. نه ما هنوز نمردیم. دهلوران 2 ساعت راه قاچاق واقعا کاری نداره. یه سرچ کوچیک بکنید، من اسمی برام همتون میدونید که ادمین پیج تلگرام اون خانم معلوم الحال گوشه طبیعی چیه و چه داستانی داشته و حکم اعدامش اومده بوده. علت چی بوده؟ قاچاق دختر به اربیل. حرومزاده بی غیرت، هیچی ندار. دخترای مملکت منو میبری میفروشی به عربا. حرومزاده. دختر بچه پناه آورد به تو، کاری کردی خودشو کشت. حرومزاده. اربیل عراق، دهلوران اون فاصله 2 ساعته، تیم قاچاق آدم. من خیلی باید بی غیرت باشم که بذارم شماها ادامه بدید که اون جوونای مملکت من توسط شما حرومزاده‌ها اقبال بشن. تموم شد. ببینید بچه‌ها، من تا حالا سکوت کردم ولی فکر می‌کنم دیگه بسه. به خواسته خود شما اومدم صحبت کنم. حالا که پای توهین و خشونت به همه زنا وسط اومده، که البته تازه نیست، مدت هاست این ادامه داشته. دیگه موضوع فقط خودم نیستم. اینجا دیگه سکوت فکر می‌کنم معنی نداره. زن ستیزی هیچ وقت شوخی نبوده. کی گفته اینا شوخیان واقعا؟ زن ستیزی یه زخم عمیقه روی بدن و روح همه ماها. چون به نیمی از جامعهمون خشونت وارد می‌کنه. امروز یه خانمی بهم پیام داد که به خاطر همه زنای قربانی که با شنیدن این حرفا دوباره اذیت شدن، اینا رو بهشون سرش. به خدا که وقتی این پیامو خوندم مو به تنم سیخ شد. جواب من به این نگاه تحقیرآمیز صدای همراهی با زنایی که هر روز با تبعیض و بی‌احترامی رو میشن. سکوت من اینجا بهتون میگم تموم شد. این بار با صدای خیلی بلند میگم که زن قفل نیست و البته هر مردی که زور میگه هم شاه کلید نیست. اینو بفهمید که زن زندگی. من از اینجا بهتون میگم، من از لحاظ قانونی هر کاری که از دستم بر بیاد رو انجام خواهم داد. یعنی فقط به یک استوری بسنده نمی‌کنم. از این بابت مطمئن باشید. نمیدونم واقعا دیگه چی بگم. بچه الان یه استوری دیدم. یارو استوری گذاشته که ممکنه میدونستی پرستی سالگی مجری برنامه شما میدونست. دلبر مشکل برات پیش اومده کسا ترسیدی بترس. من بودم میترسیدم. کسی که خانم سالگی رو آورد توی برنامه، رفیق 15 ساله شماست. کس رفیق 15 ساله شماست، تاکید می‌کنم. معرف خانم سالگی معرف شما بوده. چجوری نمیاد تو بگه موضوع این مهمی که هیجان برانگیز خانم سالگی راستی مجری این برنامه است. چیزی که همه گفته به تو هم گفته. بگو میخوام برگردم ایران، رام نمیدن، میترسم، مجبورم این کارا رو بکنم. نگو نمیدونستم. ببین اینا امان از دهنی که بی موقع باز شه. وقتی بازش میکنی بشین عواقبش هم در نظر بگیر و بگیر. و ما چقدر فحاشی شنیدیم مثلا خانم ایشون بعد برنامه که آقای ما بابای ما دوستدار من چرا اومدی تو برنامه، چرا با دخترا بوده. مگه نمیدونستی که از رفیق 15 سالت بهتون نگفت این موضوع رو؟ بعد که 24 تا گوشی آورده بودی که مخفی بود، یکیشون تحویل میداد، یکیشون میبرد زیر بالشش باهات چت میکرد، بهت نگفت قضیه چیه؟ که این همه فوشا شما بخورین، خانم سالگی بخوره، مادر بیچارهش بخوره. شما انگار عادت دارید به فحاشی و مثل نقل و نبات تو دهنتون. حالا من نمیدونم چرا سکوت کردم. همه بچه‌ها این قضیه رو میدونن. من نمیدونم چرا سکوت کردم، چون من سال چیزای دیگه هم سکوت کردم. بقیه بچه‌ها نمیدونم چرا سکوت کردن. چیزی نگفتن راجع به این موضوع. واقعا نمیدونم. حرمت سن رو گرفتین که اصلا این حرمت گرفتن نداره.
راجع به سن من میان صحبت میکنن. من 29 سالمه، اما از این حالت زشت ندارم بیام پاسپورت و کینگی کنه، نمیدونم شناسنامه اینا نشون بدم. غیر از این باشه مردم میان کامنت می‌نویسن با فامیل خودم به قرآن میان کامنت می‌نویسن میگن دروغ داره میگه، این 30 سالشه، این مثلا فرق نمی‌کنه 30 سال و 29 سال 40 سالشه 50 سالشه اصلا دروغ میگه، بالاخره یه جا لو میره. ولی سن من هر چی باشه دقیقاً نصف سن توئه، دقیقاً نصف، یعنی جو بچه‌تو دارم. تو الان فکر کن داری با بچه‌ت بحث می‌کنی. قرآن هر جا بگی میخندن بهم. خدا از سر تقصیراتت بگذره پدر. ولی من میگم کلیدی که دریا بخواد باز کنه چاه کلیده، باید بندازیش ته چاه، چون یه ابزاری که دست دل دوزاست اونا ازش استفاده میکنن که هر اموالی باز کنن. حالا کار ندارم، بعد شما بعضیاتون ادعای تاثیرتون میشه، بعد میاد زن رو به در و میز و پنجره و قفل و اینا مثال میزنید. زن یعنی خواهر، مادر، همسر، ناموس، بعد میاد اون مثالش میزنید. بعد مردم مثلا به کلید مثال میزنید. بعضی موقع نفایده، بعضی موقع نفایده، یه حرف میزنی دیگه آبم قطعه، بعد مردم یه جوری تو 24 ساعت نسخه رو میپیچن که بعد روز درباره میگه خدا عجب غلطی کردیم ما این حرفو زدیم، ولی خود دیگه نفایده. شما دیگه زدی و الان باید پاش وایسی تنبیه عمومی بشی و یاد بگیری به زنا بی‌احترامی نکنی. وای بچه‌ها باورتون نمیشه، با مارمارای دارم میرم یه جایی، خب بعد از مارمارایی که پیاده شدم با این آسانسور رفتم پایین، بعد بری پایین، وای رفتم پایین، از اون ور با پله اومدم بالا، بعد اومدم بالا به لاله میگم لاله من برای چی اومدم بالا. یعنی در همین حد حواس اصلا باورم نمیشه.